با نگاه هم فهمیدم که این طرف خودکشی کرده. این گردن کجش واسه بله گردن تناب انداخته بودن گردنشون. آها. و این ورسط یه سری هم این اونجا تنابه نبود نه؟ تناب نبود، ولی اون حالتی که اتفاق افتاد در آخرین لحظه مونده بود. این حالت ادامه داشت. آره دقیقاً ادامه داشت. نخاشون تناب افتاده بود، قشنگ معلوم بود اینجا قرمز بود، قرمز جای تناب معلوم بود. اون اما حالت لحظه آخر ادامه داشت و داشت چی میگفت؟ میگفت خدای کمک، خدای کمکم کن، که از خدا طلب میکرد آمرزش. بعد این شخصی که کنار من بود دست راستی گفت این نه این دنیا رو داره نه اون دنیا. گفتم مگه میشه؟ بعد میگفت آدمی که الان اینجا 50 60 سال فوت کرده همینجوری مونده. بعد شخصی دیگه دیدم زن دختری بودش که دستشو زده بود، اما خب حساب کن این باز شده خونی نداره، گوش باز شده سفیده، نشون داد که اینا خودکشی کردن، رگاشون زدن خودکشی کردن، نشون داد صحنه نشون میدادن واقعیت اصلا خون نبود. صحنه خودکشی رو نشون میدادن؟ نه صحنه‌ای که باز بود دستش که خودکشی کرده. خب این هم این دنیا اون دنیا نداره. آدمایی بودن که مثلا معلوم بود همونجور جوون بودن، همونجور مونده بودن، تکون نمی‌خوردن، همونجور باید ناله می‌کردن. از وایسادن زیاد خسته شده بودن، اونقدر که وایساده بودن نمیتونستن کاری انجام بدن، برای خودشون هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن، سردرگم بودن، راه میرفتن نگاه میکردن، جیغ میزدن، داد میزدن. در همون حالت خودکشی مونده و این حالت خودکشی داره ادامه پیدا میکنه. بله.